اگه محتوا تولید میکنی و گوگل کلمات کلیدی محتوا رو درست تشخیص نمیده، توی سرچ کنسول کلمات کلیدی رو نمیبینی، ایراد از ارتباط بین انتیتی هاست که ما بهش میگیم انتیتی مپ. یه انتیتی مپ 3 بخش اصلی داره: لیست خود انتیتی ها، ویژگی های هر انتیتی و ارتباطی که بین انتیتی ها وجود داره. برای کلمه کلیدی راهنمای پخت جوجه کباب از چت جی پی تی کمک گرفتم تا یک انتیتی مپ درست کنم. لیست انتیتی هامون رو ببینیم: جوجه کباب و مرینیت و سیخ کباب، منبع حرارت، سبزیجات و زمان پخت. ویژگی های انتیتی ها رو ببینید. حتما باید قبل از تولید محتوا هر نویسنده این ویژگی ها رو دیده باشه. و نهایتا ارتباط بین انتیتی ها که ما حتما باید توی متن بهش اشاره بکنیم. مثلا جوجه کباب با مرینیت در ارتباطه، جوجه کباب با سیخ در ارتباطه، جوجه کباب با زغال یا منبع حرارتمون در ارتباطه. گوگل وقتی با محتوایی مواجه میشه که انتیتی مپش قبلش ترسیم شده، به راحتی تشخیص میده که کلمه کلیدی اصلی و فرعی چیه و به راحتی ایندکسشون میکنه. اگه به مفاهیم سئو علاقه‌مندی، پیج منو فالو کن.